رمضان حسینیان بیا. سلام علیکم برادر. نفران سوال را کوتاه کنیم برادر در نامتون جانم. سوال ما سوال نداریم برادر. خودم سوال را جواب ما سوال نداریم برادرشون. ما یک خواهش داریم که ما از سوال دادن ما سفید شدگی وقتی عمل کای میگذارد. همین روسیه را دیدیم از اول میگویم که همه خونخور است. بعضشون در تاجیکستان است. ریشه رحمانوف روسو است. وقتی اون نرسیده که بخیزیم بعضی روسیه تیت پیچون کنیم اون طرف اوکراینسا و اروپایی رو کمک کنیم و روسیه را قطعی رحمان خوش نیست کنیم تا که ترسیده میگردیم و اروپا بجور شده. ما دو کس تیاریم همینجا والله قسم هازو میخیزیم میریم در کو باشد همین جون ما رو برای وطن ما فدو میکنیم. یارو قطعی ما میریم میزنیم تمام یارو سلامت باشید. باز جواب میتونم زنده باشید. سوال از جواب میتونم. نفر از اول صحبت کرد که با میتینگ نمیشود و ما باید دست به کارهای جدی بزنیم و این نفر آخران هم دو نفری که صحبت کردن تقریبا ادامه یا تکمیل کننده صحبت های همون بود. رمضان و برادر اول کلا بود با اسم دو نفر. بله این دو برادر موضوع را تقریبا یک گذاشتن. امیران عزیز کسانی که مسئله رو خوب پیگیری میکنید من خواهش میکنم خیلی جدی باید گوش کرد و جدی مناسبت کرد زیرا مسئله تقدیر ملت تقدیر یک کشور با احساسات حل نمیشه. همونطوری که برادر گفت که با میتینگ حل نمیشود من 100% موافقم با شما که با میتینگ در تاجیکستان کار حل نمیشود اما میتینگ لازم است. خیزش اعتراض و قیام مردم مهم است. چرا با میتینگ حل نمیشود؟ اگر مردم میتینگ کند و از میتینگ خودش حمایت کردن نتواند دفاع کردن نتواند بله در اون صورت با میتینگ نمیشود با اعتراض نمیشود. چون حالا من تجربه قزاقستان کار ندارم اما شناختی که خودم از امام علی رحمان و از دستگاه قدرتیش دارم اینها نه تنها با میتینگ اجازت نمیدهند بلکه کسانی که اگر که میتینگ کنندگان ضعیف باشند نیرو نداشته باشند میتوانند از سلاح استفاده کنند. اما اگر درک کنند بدانند که در پس میتینگ کننده ها در پهلوی مردم جوانمردان ایستادند. جوانمردانی که آنها دست به یگان کار نمیزنند دست به سلاح نمیزنند دست به خشونت نمیزنند. اونها وظیفهشون حمایت کردن از مردمی مصالحت آمیز که حق خود را طلب میکنند. در تمام دنیا در اروپا در امریکا در آسیا در افریقا در همه دنیا در کنستیتوسیون نوشته شده است در قانون هست که مردم ملت اهالی حق اعتراض دارد حق میتینگ دارد حق طلب کردن از حکومت‌هایشان مسئله آب برق معاش جای کار انتخابات آزاد زندانی نشدن مطبوعات آزاد تمام این مسئله ها را مردم در تمام دنیا از طریق میتینگ از حکومت‌هایشان طلب میکنند بغیر از تاجیکستان و چند کشور دیکتاتوری دیگر. اما مسئله چرا میتینگ لازم است چرا اعتراض لازم است؟ برادران عزیز ما یک باره نمیتوانیم که بیایم مثلا از سلاح استفاده شود یا از نیرو استفاده شود. ما هم میدانیم شما هم میدانید تمام دنیا میداند که امام علی رحمان با طریق انتخابات با خوبی یا با راههای مصالحت آمیز از قدرت رفتنی نیست و نمیرود. البته ما میخواهیم که برود عقل سالم میگوید که باید برود. رفتن نظربایف باید برایش دست شود رفتن ولی تمام دیکتاتورهای دیگر معمر قذافی حسنی مبارک و ده ها دیکتاتورهای دیگر تقدیر خانواده اسلام کریم و تقدیر خانواده نظربایف اینا باید درد شود برای یک آدم سالم برای یک انسانی که منطقی فکر میکنه. اما ما و شما که امام علی رحمان رو دیگر میشناسیم و این امید کردن با اون که امام علی رحمان اهل منطق است اهل دانش است و حتی فایده خودش رو از ضررش فرق کرده میتواند فایده فرزندش رو این کاری بیهوده است. بنابراین ما باید جدی آماده باشیم برادران عزیز. جدیت در چی است؟ یعنی اگر یک بار از نیرو از سلاح استفاده شود مردم تاجیک بار دیگر متهم به تروریسم اکستریمیسم می شود. بنابراین برادران عزیز اون برادر کلابی و اون برادرانی که اخیراً درباره گفتن که ما آماده مبارزه هستیم
خداوند شما را نگهبان باشد، نیرو بدهد و شما آماده باشید. ملت نیاز به چنین نفرهای مثل شما دارد. شما آماده باشید و همزمان ملت آماده باشد که باید اعتراض کند، دست به اعتراض بزند. اگر حالا اون روز نزدیک شده ایستاده است، ما و شما همه حس کرده ایستادیم، حکومت هم درک کرده ایستاده است، تمام دنیا حس کرده ایستاده است که دیگر این جنگی که در اوکراین شروع شد به نظر من ضربه بزرگترین رو به دیکتاتورهای منطقه میزند. وقتی که اقتصادیات روسیه ضعیف شد و به گفت یکی از برادران حامی اصلی دیکتاتورهای منطقه که دیگر مشغول میشود به کار خودش و به مشکلات اقتصادی و نظامی و سیاسی خودش، خواهی نخواهی دیگر این تاثیر رو به جاهای دیگر میرساند.